سلام به چنل یوتیوبی هالگوی خوش اومدید. امروز میخوام 4 مکان ترسناک دنیا رو بهتون معرفی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ فیلم لطفا دکمه سابسکرایب و لایک یادتون نره و تا پایان فیلم ما رو همراهی کنید. شماره 1. جنگل خودکشی ژاپن یکی از آن مکان‌های در دنیاست که هر کسی جرأت نمی‌کند به آنجا برود. جایی که افراد زیادی به زندگی خودشان پایان دادند. نامگیر این جنگل ایدئال ترین مکان برای مردن نیز شناخته شده است. جنگل آوکیهارا دومین مکان مرگبار بعد از پولیکالینگر شناخته شده است. از دهه 1950 تاجران زیادی به این جنگل آمده و حداقل 500 نفر آنها هرگز به بیرون برنگشتند. این آمار بین 10 تا 30 نفر در سال متغیر بود و به مرور زمان این آمار بیشتر شد، طوری که 75 نفر در سال 2002 در جنگل خودکشی ژاپن زندگی خود را به اتمام رساندند. در سال 2003 بیش از 110 نفر رسید. کسی که برای دیدن جنگل خودکشی ژاپن می‌رود در طول سفرش هیچ کسی را نمی‌بیند و تنها سفرش را ادامه می‌دهد. نام دیگر جنگل آوکیهارا دریای درخت هم. شماره 2. پریپات در شمال اوکراین شهری وجود دارد که به شهر ارواح معروف شده است. شهر پریپات روزگار شهری پرجنب و جوش بوده و در زندگی در آن جریان داشت، اما یه روز ناگهان همه اهالی آنجا را ترک می‌کنند و حتی آنقدر فرصت نداشتند تا لوازمشان را با خود ببرند. هنوز هم در زمین بازی میتوان عروسک راه شده را پیدا کرد و در جایی که قبلا کلاس درد بوده کتاب‌ها و تخت سیاه پاک نشده را دید که حال از اتفاق ناگهانی است که ساکنان را مجبور کرده از شهر ناگهان ترک کنند. اما چه اتفاقی افتاده که در از یک روز از شهری پرجنب و جوش به یک شهر خالی از سکنه تبدیل شود؟ تاکنون هیچ کس نمی‌داند که در این مکان چه اتفاقی افتاده است. دانشمندان در حال پژوهش درباره این شهر مرموز هستند و در این باورند که یک روح شیطانی در آنجا زندانی است و مردم را اذیت می‌کرد و به همین دلیل از آنجا فرار کردند. اما این یک فرضیه بیش نیست و تاکنون هیچ کس واقعیت را نمی‌داند. شماره 3. تپه سلیپا. تپه سلیپا زیارتگاهی است در حدود 12 کیلومتری شمال شوری در شمال لیتوانی. شماره تپه سلیپا کار گذاشته شده بر روی این تپه تا به الان ناشناخته است، اما تعداد آنها در سال 1990 میلادی 55,000 و در سال 2006 میلادی 100,000 صلیب برآورده شدند. تعداد این صلیب‌ها امروز ناشناخته. 4. جزیره عروسکا. جزیره عروسکا در جنوب مکزیک قرار گرفته و یکی از وحشتناک‌ترین جاذبه‌های توریستی این کشور است. داستان به حدود نیم قرن پیش شروع می‌شود که یک دختر بچه در کانال‌های ایسکو چیمیکو غرق شد. خانواده شروع به صید عروسک‌ها در کانال کردند و عروسک‌ها را در میان شاخ و برگ مرده قرار دادند و می‌گفتند یک روح شیطانی در آن مکان زندگی می‌کند. به این دلیل عروسک‌ها را در میان شاخ و برگ قرار دادند که دخترشان بتواند به وسیله عروسک‌ها در برابر شیطان از خود مراقبت کند و بعد از مدتی آنجا را به یک آرامگاه تبدیل کردند و فکر می‌کردند که روح دخترشان شاد می‌شود. امیدوارم از این فیلم خوشتون اومده باشه. لطفاً دکمه سابسکرایب فشار بدید و لایک هم یادتون نره و منتظر فیلم‌های جدید ما باشید.